شیرینشاه شاه تیمور. او جوان بود، آنقدر جوان که هنوز می توانست آرزوهای زیاد برای زندگی خود بسازد. اما او زندگی خود را نه، سرنوشت ملت را انتخاب کرد. زمانی که نام تاجیک را می خواستند از یادها برند، شیرینشاه شاه تیمور برای اثبات هستی ملت خود برخاست. می دانست که خاموشی بعضاً از مرگ هم دهشتناکتر است. سخن گفت برای ملتی که هزار ساله ها تاریخ داشت، اما می خواستند خاموشش کنند. او را زندانی کردند، شکستن خواستند و نهایت او را کشتند. اما مگر می توان انسانی را که به اندازه یک ملت اندیشه دارد از بین برد؟ امروز وقت نام تاجیکستان صدا می دهد، در پس این نام صدای خاموش چنین جوانمردان می ایستد که برای بقای ملت جان فدا کردند. شیرینشاه شاه تیمور رفت، اما درد او، ارمان او و نام او تا هنوز در رگ‌های قلب این ملت می تپد.